اکثر و کافرون ناصر پا بر جاست. ز بعد تبت و اخلاص هم فلق و ناس، حفیظ ما همه جا لطف قادری یکتاست. و اینجا 114 تا سوره آمده است، 113 تا سوره با بسم الله و یک سوره به بسم الله است، سوره توبه که این شرح های خودش دارد. این قصه دیگر است و همو در شناخت کتاب های آسمانی منحرف شدند، کم و زیاد کردند. جایهایی که نام محمد صلی الله علیه و سلم بود آنها را تراشیدند. پس برای همه بر آیندگان، بر گذشتگان ما و شما یک بار گران آمد که برای ما میراث گرانبهای گذاشتند، امثال مثنوی، معنوی، مولوی. وقتی که همین قصیده را یا همین گونه قصیده یا به همین نوع قصیده مانند چیزی رو در پیش مولانا عبدالرحمن جامی خواندند، آنجا میگویند که ابوالمعلای آمالی هم بود صاحب قصیده آمالی. به اختیار میگه مولانا خودشون گفتند که مثنوی، معنوی، مولوی از قرآن در زبان پهلوی. من چه گویم وصفیان عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. چرا اینقدر زحمت کشیدن، کوشش کردن؟ چرای امین از فرزندان که ما او میراث را باید که خوب استفاده بریم. و او در شناخت الله جل جلاله یک گپ گفتم، شاید که بعضی مصرع‌ها دیگر گونه آمد. نه مکان ره یافت سویش نه زمان، نه بیان دارد خبر زو نه عیان. این همه مخلوق و حکم از داور است، خالق عالم ز عالم برتر است. که در شناخت ترجمه آیه کریمه الرحمن علی العرش استوى، این آیه های متشابه، عقل ناقص ما نمیرسد. شما یک سوره که قریب که همه امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این سوره را از یاد میدانند، از اون جمله ما و شما. استعیذ بالله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. سحر و جادو گیرنده است، گزنده است، مضر است. پیغمبر اکرم از سحر کردند و سبب نزول این سوره مبارکه را هم همون سحری که لبیب یهودی با دخترانش رسول الله را در عقد، در گره ها کرده بود و در چاه انداخته بودند بود. لیکن فالبین توصیه میدادم به پیش فالبین نروید، به ایمان شما ضرر دارد، به عقیده شما ضرر دارد. برای سحر حدیث دربار جناب پیغمبر است که یک آدم قلم را در بالای کاغذ سفید نقش میکند به نیت سحر، نامش از دفتر مسلمانی تراشیده میشود، او جنت را نمیبیند. به پیش جادوگران، به پیش فالبین ها، به پیش رمل، به پیش امین کارهای ممنوعی که خداوند منع کرده است هرگز نروید، هرگز نروید. زنهایتان را اجازه ندهید، در نکاحهای شما خلل میرسد. اگر به شرطی که همین کار رو بکنن در زمره همون حدیثی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت، اگر به همین نیت به پیش کسی می رود، خواهش میکند یا اینکه یک چیز از سحر و جادو و نیت سحر و جادو می نویساند، نام شاء الله جل جلاله از دفتر مسلمانی خط میزند. شما گرمی و خنکی را در نظر؟ گرمی و خنکیش هم از سحر است.